با یه تیرکمون آتشین گفتیم علی وقتشه که تو بمیری. علی که دمدمای آخرش بود گفت مادر این زندگی برای تو روزی 2 بار و روزی برای من 3 بار بود. یاسین اشک را شروع به گریه کرد. یاسین شروع به یاسین در حال گریه کردن حلوا میخورد. حلوا رو انگشت حلواییش رو در دهنش میکرد و مالید و زیرش بندک زد و اون آتیش گرفت و یک تیر زد توی قفسه سینه علی و علی که جوش پر نفت بود آتیش گرفت. علی در حال آتش گرفتن گفت من هنوزم زنده مرام زادا. گفتم هی وای علی زنده بود، اما یاسین گفت دیگه نیست و یه تیر دیگه به صورت حلوای سمی به او خطاب کرد. علی هدشات شد و مرد. همه آیتماش دراب شد و اون خوک همه آیتماش رو خورد و شروع کرد به خوردن گوشت جنازه علی. جنازه علی در حال سوختن بوی کباب کوبیده میداد. من خیلی اشتهام باز شد. پس به یاسین گفتم یاسین مایلی بریم میگم غذا بخوریم. یاسین گفت نه مگه میشه مایل نباشم پسر، اما ما کلی تمشک داریم 2 تا استک تمشک. گفتم تمشک کبابی. بعد به سمت علی حرکت کردیم. کلی تمشک رو روی علی کباب کردیم و خوردیم. گوشت علی هم کندیم و خوردیم. خود علی هم کندیم و خوردیم. همه رو کندیم و خوردیم. ولی اون خوک هنوز زنده بود، در آتیش زنده مانده بود. این عجیب بود. اون یک خوک معمولی نبود. در باسنش 1 دانه امرالد فرو رفته بود. امرالد رو درآوردیم و همونجا اون سوخت و مرد. و من و یاسین گفتم هورا این امرالد رو چیکار کنیم؟ یاسین گفت من یه ویلیجر میشناسم که او یه ویلیجر دیگر رو میشناسه و اون یه ویلیجر دیگر رو میشناسه که اونجا میتونیم با هم شیشه آبی درست کنیم. گفتم وای لعنت به این دنیا. سوار شدیم، سوار یک قایق حرکت کردیم از دریاها. یک خرس قطبی هم اون وسط کباب کردیم. همه رو که خوردیم رفتیم و مردیم. بعد دوباره ریسپان شدیم، دوباره رفتیم خوردیم و مردیم و بردیم، دوباره مردیم و خوردیم و بردیم. اینقدر این فرآیند تکرار کرد تا بالاخره به اون ویلیج آخری رسیدیم. اون ویلیج یک چشم داشت و سیاه‌پوست بود. اون نیک فیوری بود. و گفتم آقای نیک فیوری تو اینجا چیکار میکنی؟ گفت آقای رنگو میبینی آقای رنگو اینجا همه تحت درمان منن. گفتم حله بگو چی داری؟ گفت تو چی داری؟ گفتم تو چی داری؟ گفت تو چی داری؟ گفتم خب من اول تا جنسو نبینم پولو به تحویل نمیدم. گفت اوکیه ولی منم تا پولو نبینم جنسو به تحویل نمیدم. اونجا بود که یاسین دوباره یک دهه از اون حلوا رو به نوک تیرکمون مالید و یه هدشات ریز به نیک فیوری داد. آیرون من همونجا تلف شد و مرد. ناتاشا مرد، هالک مرد، همه مردن چون مادر همه اونا نیک فیوری بود. بعدش وسایل رو برداشتیم. یک کلنگ دایمندی رو برداشتیم و رفتیم به زیر زمین به منفی 133%. بعد اونجا مدین نشسته بود و میگفت آیا ایلیومیناتی واقعی است؟ یاسین دوباره یکم از اون حلقا رو مالید به تیرکمون و همه رو کشت و آخرش هم خودمون آتیش زدیم و مردیم. پایان.